بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای خداوند پاک و گرامی، ای خدایی که قلب‌های ما را، گرداننده قلب‌ها و چشم‌های ما، ای خداوند که گرداننده شب‌ها و روزها هستی، ای خداوند که گرداننده حال و زمانها هستی، ای خداوند پاک، حال ماها را، حال همه ماها را به بهترین حال تغییر بده یا الله. الهی آمین. سال 1402 به پایان رسید. با تمام خوشی ها و بدبختی هایی که داشتن به پایان رسید. شاید خیلی ها در این سال آسیب دیدند و خلاصه در این سال عزیزانشان را از دست دادن. خلاصه با تمام خوشی ها و بدبختی هایشان به پایان رسید. برای آنهایی که سال 1402 برایشان سال خوبی نبود، آرزو میکنم که سال پایان غمهایشان باشد و شروع خوشی هایشان 1403 باشد و سال 1403 را و همه دوستان علاقمندان تبریک میگم. انشاءالله که سال پر از خوشی و صحتمندی و سلامتی، سعادت و کامیابی نصیب همه تان باشد. برای همه تان تبریک میگم از این راهی دور. امیدوارم که در این سال که انشاءالله مبارک باشد و در این سال غوغا بپا کنید و موفقیت ها را از آن خود بسازید. انشاءالله که همیشه امسال را با چنین آبها همیشه آب بازی کنید و در اینجا چنین مکان ها نصیبتان باد. انشاءالله ببینید بهترین جای برای آب بازی است، اما شاید اجازه نیست که در اینجا آب بازی کنه. کس صرف سیل کنه و بگرده. باش پرسان کنم شاید اجازه داشته باشد، اما فکر نکنم اجازه داشته باشد چون کسی نیست اینجا. به اینجا بالای از کوه یک بهترین هتل قرار داره. به اینجا کسایی میره که خوب پیسه زیاد داشته باشد و اینجا مصرف کنه.
بهترین هتل است. بخش اسلام آباد F6 است که کدام است F6 شاید باشه، اما دقیق آدرس زیر رو نمیخوام. اینجا او طرفی به نام پارک فاطمه جناح هست، اما یک روز خواهد رفت اونجا. فعلا در اینجا هستیم. این منطقه خبر ندارم که چی نام داره. آها فهمیدم، اینجا یک بخش از F7 است. F7 در اسلام آباد بخش. خب من هم از اینجا میرم جای دیگه، یک چکر دیگه هم بزنم دیگه. اینجا واقعا زیباست. وقت باشه اینجا آدم خیلی ساعتش در میشه، چون آرام و سکوت است و سر و صدا نیست، کسی نیست که کسی شود. خیلی جای عالی است. خب دوستان عزیز، امسال انشالله که سال خوشی هایتان باشد و سال تغییرات بزرگ در زندگیتان باشد. دیگه در این رابطه ما میخوایم که یک چیزی را از کلام الله مجید بیان کنم. این که میگه که خداوند در قرآن کریمش فرموده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسکم. امیدوارم که درست خوانده باشم، دقیق یادم نیست. البته از وقت خوانده بودم و یادم نیست فعلا دقیق. شاید البته معانیش مفهوم این رو میرسونه که خداوند قوم را برای سرنوشتشان، خلاصه سرنوشت قوم را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود آن قوم به سرنوشت خودشان تصمیم بگیرد و عمل کند. بنابراین امروز مثال ما و شما افغانستان، تا خود ما و شما افغانستان را آباد نکنیم دیگه کسی نمیآید که برای آبادی افغانستان. و همچنین اگر خود ما اقدام نکنیم که درس بخوانیم و یا پیشرفت کنیم، کس دیگه نمیتونه که بیاید تو را صاحب علم و کمال کنه. باید خودت حرکت کنی. اگر نکنی این طبیعت پابرجاست. همون بیسوادی که بودی بیسواد هستی دیگه. خلاصه همان کو در جایش است، همان کو هست، همان کو هست. کسی که اگر بلو کلنگ نگیرد در جانشان او همان است، تغییر نمی کند. باید کسی باشد، خود انسان باید خودشان را تغییر دهد. امیدوارم که امسال را دوستان علاقمندان با تغییرات جدی شروع کنید تا موفقیت های بیشتر را کسب کنید. خداوند هیچگاهی نمیآید که تو اگر وضع اقتصادی تان بد است بیا که من وضع اقتصادی تو را خوب کنم. نه، باید خودت اقدام کنی. مقصر خودت هستی، باید شروع کنی. اگر امروز
تو در هر مرحله هستی خودت کردی، خودت شروع کردی، در روز اول خودت تصمیم گرفتی. البته بعضی اکثر وقتها این تصمیم ناخودآگانه است، مثل اینکه فشار روزگاری که از قبل خوب نبوده تو رو وادار میکنه که تا یک کار درست را شروع نکنی، یا شاید با اون فکری بهتر نباشی. بنابراین کوشش کنید اگر امروز متوجه شدین، کوشش کنید حال خودتان را تغییر بدهید و بهترین تصمیم خود را بگیرید، چون هر بنده، هر شخص میتونه که بهترین باشه، بهترین باشه. تصمیم به دست خودشون است. خلاصه اگر هیچگاهی دیر نیست، از امروز باید شروع کنید. در هر مرحله هستی باید شروع کنید، چون هیچگاهی دیر نیست. از امروز شروع کن. زندگی را برای خود مثل یک تفریح بساز، مثل تفریح. همیشه کوشش کنید تا اینکه برای خود خوشی ها، سرگرمی ها بیافرینید. تا خودت نیافریدی کسی دیگه نمیآید. اگر خودت آفریدی باز کسانی دیگه هم میآید در پهلویت با خوشی هایتان و خوشی هایتان را جشن میگیرند. این را گفتم. امیدوارم که خوشتان بیاید و از این گپ ها گفتم. البته وضع و نصایح خیلی زیاد است، اما کسانی نیستن که خلاصه عمل کند. حضرت علی علیه السلام مولای ما میگه پند و اندرزه ها بیش از حد است، اما پند گرنده خیلی کم است. خلاصه کسی نیست که پند بگیرد. این را گفتم و دیگه از اینجا به شما خداحافظی میکنم. ویدیو را ختم میکنم. خدا کند که این سال را با خوشی ها آغاز کرده باشید و پایان غم هایتان باشد و خوشی هایتان مستدام باد. انشالله همیشه خوش باشید. الله یار و نگهدارتان.